پلیس شهر کیلن آلمان روز 26 دکامبر سال 2023 از بازداشت یک شهروند 30 ساله تاجیکستان در چارچوب تفتیش پرونده نقشه حمله تروریستی به کلیسای جامع کیلن در روزهای تجلیل مولود عیسی مسیح و سال نو میلادی خبر داد. پلیس گفت در چارچوب تحقیق این حمله در عرفه مولود مسیح یعنی 23 دکامبر با کمک نیروهای ویژه اسپتناز منزلی را در شهر وزل ولایت رین شمالی در نزدیکی دوسلدورف کوفتاکوب و 5 نفر را دستگیر کردند. 4 نفر از دستگیر شدگان را که از کدام کشور بودن آنها گفته نشده است بعد بازپرسی جواب دادند، ولی یک شهروند 30 ساله تاجیکستان که به تاکید پلیس کیل دربارش معلومات مربوط به امنیت دولتی موجود است با مقصد پیشگیری از تهدید از جانب مقامات به حبس گرفته شد. روز 25 دکامبر دادگاه مأموری شهر اوبرهزن درخواست پلیس کیلن را قانع گردانده این شهروند تاجیکستان را تا 7 ژانویه به حبس پیشکی گرفته است. پلیس کیلن گفت برای خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در حال حاضر خودداری میکند. سردار پلیس کیلن میخیل اسیر گفت ما برای حمایت مردم، کلیسا و چهاربینی‌های سالنوی از تمام تدبیرهای قانونی استفاده میبریم. تفتیشات با صورت ادامه دارد و ما از نمازگزاران کلیسای جامع کیلن منت داریم که نسبت به چاره‌های شدید امنیتی با حسن تفاهم برخورد میکنند. به دلیل تهدید حمله تروریستی پلیس برگزاری چهاربینی‌های مربوط به مولود مسیح را در کلیسای جامع کیلن شدیداً محدود کرده و هر نفری که شب و روز وارد کلیسا می شود موشکافانه کوفت و کوب می کنند. کلیسای جامع کیلن در عصرهای میانه و سپس در عصر 19 در طول چندین عصر ساخته شده با 157 متر بلندیش سیومین مبدا بلندترین در دنیا دانسته می شود و یونسکو این کلیسا را بر روی خط میراث فرهنگی بشریت شامل کرده است. قبلا گزارش شده بود که نیروهای امنیتی و پلیس آلمان، افسر و اسپانیا روز 23 دکامبر سال 2023 چند نفر را با گمان تیاری به حمله های تروریستی در شهرهای کیلن آلمان، وین و مادرید پایتخت‌های افسر و اسپانیا دستگیر کردند. بنا به خبرها چند نفر در منطقه اوتاکرینگ شهر وین و یک نفر دیگر را در استان سار در مرز آلمان با فرانسه و لوکزامبورگ بازداشت کردند. مطبوعات آلمان خبر دادند که این افراد قصد داشتند که حمله های تروریستی را در روزهای مولود مسیح و سال نو انجام دهند. نشریه آلمانی بیلد با تکیه به منابع خود خبر داد که دستگیر شده و هم از آدگان تاجیکستان بوده حمله های خود را میخواستند از نام داعش خراسان، یکی از شعبه های سازمان تروریستی داعش که اساساً در افغانستان و پاکستان عمل میکند انجام دهند. بنا به اطلاع بیلد آن زاده تاجیکستان که در آلمان دستگیر شد از قبل به مقامات همچون افراطگرا معلوم بود، ولی هنوز روشن نیست که آیا او به نقشه عملهای تروریستی دست دارد یا نه. خبرگزاری رسمی آلمان DPA نیز روز 24 دکامبر با تکیه به منابعش در مقامات امنیتی خبر داد که افرادی که قصد حمله به کلیسای جامع شهر کیلن را داشتند می توانند به سازمان‌های داعش خراسان ربط داشته باشند. قبلا پایگاه خبری آلمانی فوکس آنلاین خبر دادند که هدف حمله‌گران می توانستند مردمی شوند که برای نماز روز مولود عیسی مسیح در کلیساهای جامع کیلن، وین و مادرید جمع آیند. داخل و اطراف کلیسای جامع کیلن را با جلب سگان بوگیر تفتیش کردند ولی مواد ترکنده را پیدا نکردند. رهبر پلیس کریمینالی کیلن میخیل اسیر گفت چاره‌های امنیتی از شام 23 دکامبر شدید کرده شدند. بعد نماز عید کلیسا را سگای بوگیر تفتیش میکنند و سپس میبندند. صبح دیگر همه نمازگزاران را پیش از در آمدن به کلیسا تفتیش خواهند کرد. در همین حال یک منبع پایگاه خبری بامداد در جمعیت تاجیکان مقیم آلمان گفت خطر این تاجیکای داعش یکمی از بودش بزرگتر نشان داده می شود. این هم صحبت بامداد گفت تاجیکای عضو داعش بعد سرکوب شدن این گروه در سوریه و عراق اکثرا به اوکراین پناه بردند. بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین اینها با استفاده از فرصت به صورت عمومی به اروپا آمدند، ولی فکر نکنم که اونها خطر جدی داشته باشند. از حد زیاد میلقند و خود را خیلی خطرناک و مهم نشان دادنی میشوند ولی در اصل چیزی از دستشان نمی آید. اینها اکثرا جوانان رهگم کرده اند که
نمیدانند خود را به کدام سویل بزنند. او از پرونده پرسر و صدای 5 تاجیک یادآور شد که 2 سال پیش در شهر دوسلدورف آلمان نیز با اتهام آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی دستگیر شدند. بنا به اطلاع همصحبت بامداد، این پرونده در نهایت پوش خورد و بجز از 2 رهبر آن گروه بقیه حکم‌های سبک گرفته خیلی زود از آلمان به تاجیکستان دپورتاسیون کرده شدند.